يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. همین کمونیستا رو چرا کافر میگفتن؟ همین دکتر نجیب کافر میگفتن، حالا شهید شده بیچاره در افغانستان خر تجار مخدرات هم که مرد شهید است، حالا شهیدی بسیار آسان است، هر کس شهید گفتی پروا نداره، اما از شهیدای اصلی رو شهید نگو، باز اگه گفتی بازو تروریست میشی. ما ولین کبیر که نبوغ و 6 سال قبل دوستی مردمان ما را بنیان گذاشت، سپاس پیکران خود را بیفرستیم. آقای دکتر نجیب الله، دکتر نجیب یک شخص وطن دوست، نجیب یک شخص وطن دوست. جدی جناب؟ یک شخص وطن دوست. از چرا داری سید؟ ما دار نداریم. طالبان دکتر نجیب نکشتن. طالبان در پلیس بودن که دکتر نجیب در کابل نشسته بود. وقتی طالبان صحن ارگ آمدن، میگه دکتر نجیب در میدان دیدم. بازی ها گفتن که من شخصی میگم که دکتر نجیب یک شخص و از وطن که میگفت و یک چیز دیگه من من در کتاب خواندم که مفسر قرآن خواندم. در کتاب خواندم که مفسر قرآن خواندم. در کتاب خواندم که مفسر قرآن خواندم. پس شما این شخص را به عنوان یک قهرمان و به عنوان یک وطن پرست میشناسید؟ تو بیاد اساسنامه‌ش بخوانی نشست که ما همین کمونیستا رو چرا کافر میگفتن؟ همین دکتر نجیب کافر میگفتن، حالا شهید شده بیچاره در افغانستان خر تجار مخدرات هم که مرد شهید است، حالا شهیدی بسیار آسان است، هر کس شهید گفتی پروا نداره، اما از شهیدای اصلی رو شهید نگو، باز اگه گفتی بازو تروریست میشی. شهیدای اصلی رو شهید نگو. این شهیدای باطل که است اینا چرا ترکی و حفیظ الله امین و کارمل و نجیب و یار مردم کافر میگفتن؟ به خاطر که در اساسنامه حزب از یار امیال بخوانین در اساسنامه شد. مثلا امیال شما برین در اینترنت نوشته که نام نجیبه بیانی کارمل چرا در بالای سر کله خود عکس مارکس انگلس و لینن عکس چرا در بالای سر کله خود میمونه؟ اون دو بالا سر کله لالای تان چی نوشته است؟ لا اله الا الله محمد رسول. سر کله رهبر نجیب و کارمل که کانگری حزب خدا گرفتن، در بالای سر کله از این کارمل که گپ میزنه عکس کی هست؟ 3 دانه کله است، یکیش کله مارکس است، یکیش کله انگلس است و یکیش کله لنین است. ارزی از اینا طاغوت بودن. مارکس انگلس لنین چی بودن؟ و یا چی بودن؟ یا چوچای طاغوت بودن، یا با طاغوت کافر نشده بودن. قرآن میگه فمن یکفر بالطاغوت، باید به کی کافر میشیدی؟ یا میگفت نه فمن یؤمن بالطاغوت، هر کسی که به طاغوت ایمان داشت. ما با مارکس قبول میکنیم، کلش میگفتن. خیلی شهید شدن؟ بله. شهید کدام راه شدن؟ شهید راه لینن. در زیرش نشته کنه شهید راه خدا نشته کنه، او راگکش پت میکنه، باز لودا میگه ولی شهید است. برای روز شاگردا گفت شهید است؟ شهید است. شهید کدام راست؟ شهید دموار راهی که روان بود، کلی هر کسی که در بالای سر خود مونده بود. ما ولین کبیر که نبوغ و 6 سال قبل دوستی مردمان ما را بنیان گذاشت، سپاس پیکران خود را میفرستیم.